40 سال با روزهای رجب و شعبان و رمضان و نافله های نمازها مأنوس بودم تا روح تعبد در دلم جوانه زد. خدا بر من منت نهاد و پای درس آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی زانو زدم و از شاگردان نزدیک حاج آقا رحیم ارباب شدم. خود مرحوم حاج مولا باقر اصفهان تا شرح لامه و اینا رو خونده بودن. بعد با حاج آقا رحیم ارباب مشورت میکنن. ایشون میگن اگه میخوای بری نجف برو پیش آیت الله آقا جمال گلپایگانی. 12 سالم بود که ایشون مشرف شدن عراق و 1 سال بعدش یه نفر فرستادن که بنده والدم با 2 فرزندی که بود برن نجف بدون تذکره ما رو حرکت داد و رفتیم برای عراق. در آن زمان نجف پایگاه علم دین بود و هر کس دل در گرو یافتن گوهر آگاهی و معرفت داشت راهی نجف می شد. من هم پس از مشورت با اساتیدم قصد هجرت کردم. خانواده رو برداشت و مادرم بود و 2 خواهر داشتم و مادر بزرگم مادرم برداشت و آمد نجف. چون پدر بزرگ ما با مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی دوست بودن و شاگرد مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی بودن، پدر ما رو میبرن پیش ایشون ملبس میکنن. گفت در همون سنین من ارادت خاصی به مرحوم آیت الله اسد جمال گلپایگانی پیدا کردم. اون عالم عارف واصل بزرگ. گفت 14 سالم بود، نمیتونستم شاگرد ایشون باشم، نمیتونستم برم خونه ایشون رو عرض ارادت کنم. گفت میمدم سر راه میایستادم، فقط ایشون که از منزل میمدن برای زیارت یا برای تدریس فقط ایشون رو تماشا میکردم. حاجا در رابطه با مادر گرامیشون خیلی به نیکی یاد میکردن. بعد از فوت مادر شکسته میشه. پدرم که مشغول تحصیله میفرمود با من از همون ابتدا شکسته شدم و پناه بردم به امیرالمؤمنین علیه السلام و قبر مطهر آقا امیرالمؤمنین. معصومه خانم مادرت با همه سختی‌های زندگی پا به پای من جلو آمد. گره به کارمان که می افتاد دست به دعا می شد و آنقدر اهل توسل و ذکر بود که من هم با نور توجه و اتصال مادرت به حضرت حق آرام می شدم. شرایط نجف یک شرایط ویژه‌ای بوده برای حاج آقا از چند جهت. خب یک وجود نازنین خود حضرت امیر علیه السلام بود. دوم ارتباط با امام زمان علیه السلام و مسجد، ارتباط با مسجد سهله و بزرگانی که مشهور بوده که یک نوع ارتباطی با حضرت داشتن. میگفتن بابا من در عراق که بودم گاهی از نجف تا مسجد سهله به عشق امام زمان علیه السلام میدویدم و نمیدانستم چرا میدوم. التهاب داشتم، عشق داشتم، علاقه داشتم. فرزندم، حمایت آیت الله شمس‌آبادی پروبال تو را برای پرواز در آسمان علوم و معارف در نجف گشود. آنچنان که پای درس بزرگانی از مراجع نجف، کفایه و رسائل و مکاسب را به سرعت خواندی و معاشر علما و عرفایی شدی
که از محبت امام زمان بهره‌ای داشتند. مصاحبت با سید هاشم حداد از شاگردان به نام آیت الله سید علی آقای قاضی و شاگرد ایشان حاج عبدالزهرای گرآوی و آیت الله مولوی هم آتش عشقت به حضرت موعود را شعله ورتر کرد. آیت الله میگفتن ما هر هفته خب میرفتیم به طرف کربلا یا مسجد سهله. یکی از این روزای یا این هفته‌هایی که داشتن میرفتن، اینا داشتن از نجف خارج میشدن، گفتن چای یادم رفت، مثلا چای یادم رفت، پولم نداریم فلانی، برو. نوجوانترین این جمعیت که 12-13 سال بود گفتن برو پیش همون آقای مغازه‌دار مومنه، اون که خیلی انسان خوبیه، برو از اون بگیر یه مقداری و بیا زود، ما آروم آروم میریم، از ما دور نشو. میگه این نوجوان میدوید که به زود برسه، رسید به آقای مغازه‌دار، دید آقای مغازه‌دار خیلی محترم روبروی انسان خیلی با ابهت، نورانیت، با ادب ایستاده داره صحبت‌ها رو گوش میده. این نوجوان 12-13 ساله گفت آقای مغازه‌دار کار دارم. گفت جوان صبر کن، دارم با انسان محترم صحبت کنم، کمی صبر کن. جوان چیه؟ چرا قرچله داری؟ آخه ما داریم هر هفته میریم به طرف کربلا مسجد سهله تا بلکه یکی از اون جاها ما امام زمان رو ببینیم، میترسم از اونها عقب بیفتم. آقای مغازه‌دار رو کرد به این نوجوان، گفتش که جوان چرا اینقدر به خودتون سختی میدید؟ شما خود خوب شوید، حضرت خود به دیدار شما می آید. عین حرف آیت الله با گریه میفرمید. اون بچه تا شنید این آقایی که داره میره امام زمانه، به سرعت دوید. یه دفعه یاد حرف استادش افتاد. من خودم به نظرم این نوجوان خود حضرت آقاست، آیت الله ناصری، یاد حرف استادش افتاد که هر وقت مشکل دار شدی 3 بار صدا بزن یبن الحسن یبن الحسن. این مشکل دیگه، خواهد حضرتشو ببینه نمیرسه، صدا زد یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. آقا ایستاد، برگشت، رو کرد به اون نوجوان، صدا زد جوان، با محبت. چقدر ذوق داره حضرت با آدم حرف بزنه، با محبت فرمود همان حرف آقای مغازه‌دار، شما خوب شوید، من خود به دیدار شما میایم، من خودم میام. عاشق محمد کوفی هر وقت به نجف مشرف میشد، به رسم رفاقت به حجره من می آمد. خواص می دانستند که ملازم و دلداده حضرت ولی عصر است و درک محضرش برای من سعادتی بود. بعد از برگشت من به ایران، تو در حجره‌ام در مدرسه صدر نجف مستقر شدی و عهدهدار میزبانی آن مرد بزرگ. حضور عاشق محمد در حجره‌ات آتشی شد به جان شیفته تو و خرمن ارادتت به حضرت صاحب را چنان شعله ور کرد که مدتها شبهای چهارشنبه از نجف با پای پیاده تا مسجد سهله بیقرار یار اشک می‌ریختی. آیت الله ناصری باز یکی از توفیقاتی که داشتن، رفیقهای خیلی خوبی داشتن و اشخاص خیلی خوبی مأنوس بودن، از جمله مرحوم والد ما سالهایی هم در نجف هم در اینجا که آمدن ارتباط تنگاتنگ با هم داشتن و همچنین مرحوم آیت الله عاشق حسن صافی. فضلای نصیب رفاقت ایشون میشه در مدرسه‌ای که بودن، فضلای درجه 1 حوزه. ایشون شروع میکنه درس خوندن از سن 19 سالگی. یه سری دوستایی که حالا بازم اون زمان دوستاشون از لحاظ سنی 10 سال از خودشون بزرگتر بودن، مثل جا باقر خونساری، مثل مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی. شب‌های چهارشنبه، بسیاری از شب‌های چهارشنبه را پیاده می‌رفتن مسجد سهله، به خاطر ای که نقل می‌کردن، می‌فرمودن سنم کم بود، پدرم هم ایران بود،
از نجف یه پیرن بلند مشکی تهیه کردم، پیاده اومدم کربلا. روز عاشورا یه مشکی درست کردم و در بین الحرمین پای پیاده از صبح تا شب سقایی کردم. هر جایی که بوی امام زمان میبره، هر جایی که احتمال میداد که یک ارتباط با امام زمان علیه السلام داشته باشه، ایشون حضور پیدا میکرد. آقا اینو بکشید با حج آقا به دستشون. آقا تا نرفت عصر سه‌شنبه که میشد ما مشرف میشدیم سهله و با خادم مسجد سهله رفیق بودیم، رفیق صمیمی بودیم. خیلی اینجا خیلی عاشق جواد سهلاوی، عاشق جواد اسمش بود، حالا به همون اسم اونجا میشناسندش. عاشق جواد سهلاوی زاهد بود خدا بین و بین الله، خیلی فوق‌العاده بود. تشرفاتی هم محضر امام زمان داشتن ایشون. الرفیق ثم الطریق، رفیق خوب زور بازو و قوت قدم آدم است. خدا برای تو کم نگذاشت محمد علی. دوستانی نصیبت کرد که پله های علم و معرفت را شانه به شانه آنها بالا رفتی. ایشون یه استادی داشتن به نام مرحوم شیخ عبدالکریم افشاری، اهل کروند بودن. بعد بعضی مواقع چون استعداد پدرم هم خوب بوده، یه درس خصوصی هم برشون میذارن. رفت و اومد داشتن دیگه اونجا با این خانواده وصلت میکنن. حاج آقای ناصری فرمودن عقد منو یه طرفش رو آقای آصد جمال گلپایگانی و طرف دیگرش هم آقای شاهرودی بزرگ خوندن. کل زندگیشون یه بخچه کوچیک نمیشد. یه چراغ سفیتیله‌ای یا یه قوری و کتری و 2 استکان نلبکی و چند تا کاسه و بشقاب. حتی من یادم ما یه خونه خیلی کوچیک داشتیم که 2 اتاق داشت، یه اتاق پایین داشت، یه اتاق وسط پله، ولی ما حتی میشد که 2 ماه اونجا مهمون داشتیم. با اینکه من خودم سنم کم بود، ولی ما خود مرتب آقایون که مثلا روحانیون کسی مد اونجا یا جایی نداشتن، این مال اصفهان بودن و مال اطراف بودن، منزل حاج آقا جا داشته. مستقیم امام زمان ما همیشه یه دید دیگه ای داشتیم دیگه، همیشه شناخته شده بودن آقای امام زمان برای ما، چون همیشه حرف آقای امام زمان تو خونه بود، حرف اهل بیت بود، یک چیز گنگی نبود که بخوان بعد ما برا ما باز کنن، همیشه بود و ما شناخته شده بود آقا برامون. اون منزل خیلی کوچیک بود، یعنی یه منزلی بود غالبا خونه های اطراف حرم و شارع الرسول خونه های کوچیکیه، مثلا 60 متر 50 متر 70 متر همین حدود رنج. اما اون خونه ای که من یادمه که بچه بودم حدود 30 متر بود، 35 متر بود. نور چشمم، خانه نقلی دست و پا کردی و زندگیتان را در همون خانه 30 و چند متری شروع کردید. اسباب و وسایل مختصرتان توی یک ساک متوسط جا می شد. همسرت اما به امید یاری دین خدا همپای زندگیت شده بود و همین عقیده سنگینی کوه مشکلات زندگی در غربت را بر روی شانه‌هایش سبکتر می کرد. هر کسی موفقیتش یعنی با موفقیت همسرشون خیلی آدم خوب و بزرگی بودن. حالا شاید بعضی مسائل درست نباشه بگم، ولی حالا خودتون بدونید یه وقتی حاج آقا خیلی مشکلات مالی داشتن، خب بالاخره این خانمشون با چند تا بچه و اینا زندگی رو چه خوندن.
خود حاجی آقا خودشون میفرمودن که ما اونجا خیلی بالاخره سخت بود زندگیمون، بلکه حاج خانم مثلا خیلی وقت نون یه وقت انار میگرفتیم، انار که ترک خورده بود مادرون دون میکردن با اینا، مثلا ما یا نهار با نون میخوردیم یا نون و قند میخوردیم و مادرون اینطوری زحمت کشیدن و صبر کردن، حالا صبر کردن، صبوری کردن. پسرم، در چشم بر هم زدنی مرد خانه شده بودی و 3 طفل خرد تو را پدر صدا می زدند. به حقیقت وسط بهشت بودی، همسایه امیرالمومنین، هم نفس دوستان خدا و مشتاق دیدار موعود. قلب و زبانت هم هیچ وقت از شکر خدا خالی نبود. حاج آقام تو نجف وضعشون از نظر مالی بد بود. دو سه تا بچه بودیم تو خونه. حاج آقام نماز قضا میخوند. یادم یه روز هیچی نداشتیم تو خونه، نه نون داشتیم نه قوت داشتیم، هیچ، یعنی حبوبات هم نداشتیم که چیزی والده درست. حاج آقا فرمود با لبخند فرمودن که من حالا میرم بالا تو این صندوقخونه. یه صندوقخونه کوچیکی بود و شما بچه ها را مشغول کنید انشالله. یادم حالا والده بود یا حاج آقا که اگر بخوابید بعد از ظهر غذای گرم برامون میارن. من دیدم حاج آقا رفتن تو صندوقخونه، ما هم 2 تا بچه با هم شدیم اومدیم تو اتاق خوابیدیم. از غذا خوابمون برد. عصری بود وقتی بیدار شدیم دیدیم که غذای گرم تهیه شده. حالا حاج آقا تهیه کرد، والدم که تهیه نکرده بود چون آشپزیش خیلی قشنگ بود. آشپزی اون غذا در حد پخت والده ما نبود، اما خب نه غذا بود. صبحها با زبان روزه درس می‌خواندی و شبها تا به سحر نماز قضای انبات را، مگر از پول این نماز و روزه ها خرج خانه فراهم شود. در همه این سختی ها اما پناه اول آخرت حرم حضرت امیر بود. من دیدم که رفتم نماز خوندم و نماز خوندم و در آیت الله شافعی تمام شد و رفتم حرم و زیارت خوندم و نشسته بودم. به ذهنم اومد حالا من میخوام برم منزل، شامم که هیچی نداریم، نان میخوام بگیرم، قاچق هم میخوام بگیرم، وسایل دیگه هم میخوام بگیرم، هیچی پول ندارم، چی کار کنم؟ هر میشود که همینطور که سرم پایین بود و اینها و توسل به امیرالمومنین گفتم یا علی، یه قاعدش همینه، ما اینجا از سربازان شما هستیم اینجا، هر میشود که سزاوار است که من الان اینجا امشب میخوام برم خونه، هیچی نداشته باشم، همینطور هم تا پذیرایی میکنی از ما. دیگه یه چیزی دیگه گفتم و بعد دیدم که پا شدم و گریم گرفت و بلند شدم، سرم رو داشتم به ذریع ها، دیدم تو ذهنم آمد که حاضری این ایمانی که داری، این اعتقادی که داری بفروشی 100,000 تومن بگیری؟ گفتم نه. 1,000,000 تومن بگیری؟ نه.
به ذهنم آمد که تو قوی ترین مردم هستی. سرمو محکم زدم به زری، گفتم یا علی معذرت میخوام، من غنیه، اغنی الاغنیا هستم، من احتیاجی به چیزی ندارم، دنیا که مهم نیست. و گریه و منقلب شدم شدید، مدت طول کشید و بعد آمدم بیرون از حرم. میام بیرون، تو حرم بودم، عقب می آمدم که پشتمو به حضرت نکنم. و یه عربی بود، پابرهنه بود، آمد و واسه گفت شیخنا و آن ادک احشی یا وایسه میخوام باید حرف بزنم. من وایسدم، بعد رب دیکارا داد به ما، رب دیکارا داد به ما گفت الا شنو؟ گفت الا برکت الله، خدا رسولش بگید چی بود. برو ما گرفتیم و آمدیم و بعضی شب ما که با آمپول درست کردیم و آمپول برای ما دیگه موند، سرواتی بود دیگه. الحمدلله رب العالمین، وضعمون خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. الان هم خیلی خوبه، الحمدلله وضعمون خیلی خوبه. سریزا از برکات امیرالمؤمنین و امام زمان غرق نعمت الهی هستیم. آقا جان پدر، از روشن‌ترین روزهای عمرم زمانی است که تو را در نجف به نگاه مهربان امیرالمؤمنین سپردم تا در اوان جوانی معمم شوی و شاگرد درس دین. خدا تو را باقیات الصالحات زندگی من قرار داد. پدرت ملا باقر از تو راضی است. خدا از تو راضی باشد.